اول گفتیم میخوایم مذاکره کنیم، ولی نه به هر قیمتی. بیاد یکی دستشو بذاره تو گلوت بیا بگی با هم بشینیم حرف بزنیم. ترامپ بیاد تمام اون تعهدات و چیزا رو بگی باید اینجوری بشید اینجوری بشید اینجوری بشید این کارو بکنید، بعدم بگید بیاد با هم میخوایم شما گفتگو کنیم. ما ترکیه شعر داریم، اینجوری عادت کردیم، اینجوری فهمیدیم. میگه چشم نامک çörpüsünden koy aparsın sel seni, yatma türkü dallasında koy yesin aslan seni. یعنی این غیرت و آزادگی اگه قرار آدم زیر چتر روباه بخوابه بذار سیل بیاد بره آدم رو ببره، ولی این نامردا زیر چترشون نخوابی. ما ممکنه با هم حرف داشته باشیم، ممکنه با هم اختلاف، و من تو راه به بچه ها میگم همیشه هم اینجوری بوده. پسرم یه سلیقه داره، من یه سلیقه دارم، دخترم یه سلیقه، من سلیقه. به خاطر سلیقه که آدم با هم دعوا نمیکنه، ولی قرار نیست ما عزت و سربلندیمون رو به خاطر تهدیدی که میکنه کوتاه بیاییم. اینه که آدم رو، اینه که الان بنده در مقابل شما ایستادم، بنده اعتقادم بر اینه اگر شما و ما تصمیم برای حل مسئله بگیریم راه حل پیدا میکنیم و حل میکنیم. ما انسانیم، ما هم عزت داریم، عزتمندانه بیان گفتگو میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، ولی قرار نیست زیر بار زور بریم. بازم همون شعر میخونم، چشم نامک çörpüsünden koy aparsın sel seni, yatma türkü daldasında koy yesin aslan seni. بذار شیر بیاد تو رو بخوره، ولی در لانه و پناهگاه روباه تو پناه نگیر. بذار شیر بیاد تو رو بخوره. این چیزیه که باید به خاطرش زندگی کرد. ما رو به جونا هم انداختن، به یکی گفتن تو ترکی، به یکی گفتن تو کردی، به یکی گفتن تو لوری، تو عربی، تو عجمی. ماها رو به جونا هم انداختن، تو شیعی، تو سنی. سر اینا با همدیگه شدیم قاتل، همدیگه رو میکشیم. اونم همه ما رو داره میزنه و بعد پررویی میکنه و کسی هم نیست جلوش جواب. همه هم میترسن ازش، برای اینکه آمریکا داره ازش پشتیبانی میکنه. ولی ما نمیترسیم و نخواهیم هم ترسیم. این اون چیزیست که برازنده جامعه ماست و معنی این نیست که ما نخواهیم توانست مشکلمون رو حل کنیم. ما به حول قوه خدا با قدرت بر همه این مشکلات غلبه خواهیم کرد.